اما که این ویدیو دا میفهمونم شغل افتانی KTU را KTU با درجهش در کارای در الجبرا برای مقدار حتما گوش کنیم با در ماتماتیک خشم با درجهش در کار میشه KTU کلانترین تقسیم کننده عمومی تویش نفهمونده بودم KTU را انا که KTU چه میگیریم KTU کلانترین تقسیم کننده عمومی KTU اگه چی معنی داره تقسیم کننده عمومی معناش کلانترین عددی که دو عدد دیگه باید تقسیم شود این چی معنی داره معنی داره که مثلا ما دارم مثلا نویسیم اگر KTU از عددهای 8 تا 10 این معنی داره که یا عدد رفتن در کارایی که هم 8 باید تقسیم شود هم 10 باید تقسیم شود انا اینجا اگر کدام دو گفتگی باشه خانت زن برای چی برای که 8 تقسیم میشه به 2 خوبه میشه 4 10 تقسیم میشه به 2 خوبه میشه 5 از سبب اونه که هم 8 هم 10 بعد تقسیم میشوند تقسیم کننده امی عدد کو نوشد تقسیم کننده میگم تقسیم کننده عمومیشون تقسیم کننده عمومی 8 و 10 چند بوده است 2 بوده است برای چه 2 برای که هم 8 تقسیم میشه به 2 هم 10 تقسیم میشه به 2 برای چی 4 بوده نمیتونه برای چه آن کس میتونه گفت 8 با 4 تقسیم میشه بگو چه 4 نه برای اون که 8 با 4 تقسیم میشه ها میشه به 2 لیکن 10 با 4 تقسیم نمیشه کو برای قدر 4 تغییر نمیگیره همون عدد رفتن در کاره که هم 8 هم 10 باید تقسیم شه و هم دارم قدر به این حالت بیاید اما انا که دیگه میشه بنویسم KTU مثلا 12 و 18 در واقع گفتم میتونی درم درست دو تقسیم کننده عمومی شونه هیچ معنا داره هم 12 تقسیم میشه به 2 میشه 6 هم 18 میشه تقسیم به 2 میشه 9 ما راضیم 2 طوری میگیره لیکن ای بغیر 2 با هست ای دو عدد کلانتری که با او تقسیم میشه هم 12 هم 18 مثلا 3 18 تقسیم میشه به 3 میشه 6 12 تقسیم میشه به 3 میشه 4 значит تقسیم کننده عمومیشون نه فقط 2 بوده با چند بوده با 3 هم بوده لیکن ای بغیر 3 با است عدد کلانتری که با وای هم تقسیم میشه به 12 هم تقسیم میشه به 18 مثلا عددی 6 12 تقسیم میشه به 6 و میشه به 2 18 تقسیم میشه به 6 و میشه به 3 значит تقسیم کننده عمومیشون هم 12 هم 18 چند بوده 2 بوده هر دوشم به 2 تقسیم میشه و 3 بوده هر دوشم به 3 تقسیم میشه و 6 بوده هر دوشم به 6 تقسیم میشه و لیکن ما باید بیایم چرا کلانترین تقسیم کننده عمومی را کلانترینشون در بین یا کدامه در بین یا کلانترینشون 6 ای برام جواب 6 اما انا که باید دیگه KTU 24 و مثلا 10 نه 32 24 32 کلانترین عدد داره بگن که هم 24 تقسیم شود هم 32 باید تقسیم شود کدام دو گفتی آدمی خوب نبوده 2 نه 2 مایده هو 2 تقسیم میشه هم 24 هم 32 بعد 2 تقسیم میشه ولی اگر با کلانتر است کدام میتونه گفته 4 2 تقسیم کننده میای 4 هم میتونه بده ها هم 24 تا با 4 تقسیم میشه هم 32 لیکن نه همه کلانشون چنده 8 هم 24 تقسیم میشه به 8 هم 32 تقسیم میشه به 8
هم ایش تقسیم میشه به 8 هم ای باید تقسیم میشه به 8 برای هم قدر کلانترین تقسیم کننده عمومیشون چنده 8 انا که لیکن اگر ما نویسیم کتوی مثلا 48 و مثلا 124 انا این حالت دا ما باید اون که بسیار نگوی ای برای چی ای نگوی برای کی این حالت دا ها گفته میشه برای که جدول ضرب ما میدونیم این حالت دا هم یافتن آسانه این حالت دا با یافتن با آسان تره لیکن این حالت دا این وقتا یافتن پروس کلاقتی مشکل تره برای این قدر راهی یافتنی کلانترین تقسیم کننده عمومی است بیایم ما شما را یاد میتونم برای کلانتر کروش میکنم مستر بنویسیم کتوی 40 چند بود 48 و 124 برای یافتن کتو با چه کردن نکره با هم کر بازار شونده ها جدا کردن نکره بازار شونده گفتم مشکل میگفتیم تقسیم کردن نکره با عدد های ساده اگر ندونید عدد ساده چیه ویدیوی پیشینه را تماشا کنید 48 عدد ساده که 48 با تقسیم میشه و 2 48 با تقسیم میشه خب میشه چند میشه و 24 عدد ساده که 24 با تقسیم میشه 2 24 تقسیم 2 میشه 12 عدد ساده که با 12 تقسیم میشه 2 12 تقسیم 2 میشه 6 عدد ساده که با 6 تقسیم میشه 2 میشه 3 تقسیم 3 میشه 1 انا که میگیریم مثلا 24 بازار بشنده ها جدا میکنیم مثلا 24 تقسیم 2 میکنیم میشه چند میشه 62 62 بشنده میشه با 2 میشه 31 از 31 اگر که تابلیس умножения رو که اگر که جدول ضرب بدونی دوجه 31 گفتگی چی نیست برای اون قصد 1 تقسیم میشه به چند فقط به خودش بس 1 میشه 1 اما که قاعده چی خیلی قاعده خیلی کی برای یافتن کلانترین تقسیم کننده عمومی چه میکنیم یکم باید همه عدد باشه که همه عدد رو میگم کلانترین تقسیم کننده که هم ایش به وای تقسیم میشه و هم یه سبچه به وای هم تقسیم میشه مثلا 48 دوره 2 یا هم 2 دوره و هر دوشون 2 دوران خط میزنیم دوره ایجا هم ایجا می نویسیم 2 تا 2 می نویسیم 1 تا 2 ایمان نورا دوره که هم ایش تقسیم میشه و به 2 هم ایش تقسیم میشه و به 2 با 2 دوره 48 با چی دوره با 2 دوره ای 2 دوره خط میزنیم دوره با خط میزنیم دوره می نویسیم چی باید دیگه 2 انا که دوامش چیه ای 2 دوره ایش 2 دوره ندوره برای خدا ای دوره من نمی نویسیم با 2 دوره ای 2 ندوره با 3 دوره ای 3 ندوره برای هم قدر دیگه یگان عدد عمومی ندورن عدد عمومی را یافته 1 تا می نویسیم مثلا عدد عمومیشون 2 نویسیم عدد عمومیشون 2 نویسیم دیگه عدد عمومی ندورن آنش 1 دوره 1 ندوره برای هم قدر جوابش چی میشه و 2 ضرب 2 میشه و 4 معنی را داشته که کلانترین عددی که اول تقسیم میشه و هم 48 هست هم 24 چند بوده 4 بوده انا ایرا میگن یافتنی کت او امیدوارم که فهمو اگر که فهمو که باشه اگر فهمو که باشه زود هم خطی تمام آنای بود یافتنی کت او اگر که مثال در کار باشه نومیرای مرا میدونید 502 01 43 میتونین واتساپ هستای نویسین بگین که معلم واسه خونگی بده واسه خونگی میتون تمام با همین خیر